سلام بچه، من جواد فیلی هستم و خوش اومدید به چنل من. و اگه برای اولین بار داریم این ویدیو منو صاف کنید، یعنی چیز کنید، باید منو صاف کنید. امروز اومدیم که در مورد چند مورد چیز حرف بزنیم که هم تغییر آتی که چنل کرده، هم در مورد چیزای دیگه. خب، موضوع اول که در مورد تغییر چنله، حالا من چند نفری که از قبل ویدیو منو میدیدن چیزه دیدن که چیزی بود، حالا خوب بود، بد بود، بودن شد به کنار. اولین تغییر چنل اینه. نگاه، بعدش تغییرات بعدی چنل اینه که واسه چنل چیز گرفتیم، مدیر گرفتیم، ادیتور گرفتیم، از با سابقه دارمش گرفتیم و این همه که من دارم میگم واقعی ها، فکر نکنید آره چون بخواد حساب جمع کنه چیزه، نه، همشون واقعیه. و این ویدیو حالا نه، شاید مثلا ویدیو بعدی کیفیت مثلا ویدیو بهتر شد، اون موقع بهتون ثابت میکنم که کیفی یا واقعیه. خلاصه که اسم چنل رو تغییر دادیم، شد گیم MJF، همون مخفف محمد جواد فیلی، با خیلی از کارهای دیگه. موضوع بعدی که میخوام در بارش صحبت کنم، خودتون اون طرف رو میشناسید و میدونید که الان اسمش هم اینجا. میخوام بگم این طرف تو ایران که بوده، از ایران تا اینجا دشمن زیاد داشته، حالا چه تو ایران، چه تو ترکیه، چه تو خارج، چه تو هر جای دیگه. میخوام اینو بگم، این کاری که دوست دختر سابقش کرده، اول برداشتی ما کوتاه کردی، کشی خوندی، حبسم کردی تو 2 هفته، به زور آوردی من و آنتالیا، بی همه چیز. فقط ازتون خواهش میکنم که این آدم منفور رو بیشتر از این نه گوش بدین، نه واقعا این جزء دسته نه حیوانات نه انسان چی حساب نمیشه. حالا برم توی قصه واقعی، بذار تیکه تیکه بهتون بگم. بچه واقعا توی اون خونه عین 6 ماه من توی اون خونه کتک خوردم، عین اون 6 ماه من تو اون خونه فش خوردم، تو اون خونه حرفای زشت و رکیک شنیدم. من 24 بدنم کبود بود، هی میگفت کبودیت خوب شه، بعد میذارم بری، بعد این تا بعد این خوب بشه، بعد هی میام میگفت تتو کن درد بکشی، من درد بکشی دیگه نزنمت. بچه بعد میگم شرایط کدومه؟ گریه میکرده. آره وقتی صورت من ترکیده، وقتی همه جام بدنم درد میکنه، منو به زور میاری میشونی با ترکیدن. از 1 ماه مثلا 2 ماه دارم هر روز کتک میخورم از تو بی دلیل. دستات باید پر باشه تو کنسرت من. چرا؟ ببین خانومی که واسه من دستای منو نینوش چی بود؟ نینوش بود فکر کنم اسمشو میبرم، نینوشو بدیدن، نینوش بپرسید اگه جرأت داشته باشه دهنش باشه. البته چیز آنچنان شاخی نیست. اینا فقط اون چیکار کردن؟ سایت بستن که باید ذهن مردم تغییر بدن و میخوان همه رو بکشونن سمت خودشون. کار ما خوبه، این ما خدای ما علم ما بریم. و ویدیوهایی که در آرش گذاشتن، حرفایی که گفته شده، همه چیز دروغه. چون ما هوادارا میدونیم که چی به چیه، چی به چی نیست. بعدش هم طرف اومده گفته من در شرایط غیر انسانی اومدم، تحت زدم در شرایط غیر انسانی بودم، کلا نمیدونم منو زور میکرده، من زانو بزنم بهم میگن سلطان فلان بسار. این همه دختر رفتم پیشش. چرا جز 2 نفر از شما کسایی
دیگه نیومدن اونجا حرف بزنن، کسای دیگه نیومدن بگن، نیومدن چون میدونن این جوری نیست. میخوای که دروغ درست کنی، من خیلی راحت میتونم، یعنی ما هوادارا خیلی راحت میتونیم دروغ درست کنیم که بگیم شما چی هستین کارا. من موندم، من میگم آقا توی که میدونستی سیستم این طرف، سیستم تتلو اینجوریه، چرا رفتی خونش؟ خب لاشتو تو ایران میموندی بازیگری تو میکردی که نه الان بگی آقا این باقال شده، من هنرم زیر سوال بره، این باعث شده من از فیلم و سینما بیام عقب. ها میموندی. حالا خربوزه خوردی باید پاید دردش باشی، اینا بکنم. خب کاری نره که چیه گفتی. میخوام بگم که درآمد این چند نفری که با هم سایت بستن، درآمد یک نفرشون 501 میلیون تومان و جرایش مملکت بوده. میگم اینا با دروغاشون دارن چیکار میکنن؟ پول در میارن. کاره اون پول در میارن که اون طرف خونه است میاد که ویدیو میگیره داره داد میاره که پول در بیاره دیگه. من میدونم همین کار بکنم، من دارم همین کار کنم، ولی نه با دروغ، نه با خراب کردن یه فرد. میخوام بگم که حرف اینا رو گوش نکنید. خودشونم الان بعضیاشون پشیمونن، به غلط کردن افتادن. بعضیاشون اومده استوری گذاشته طرف ادیتور سابق تتل که منم دوست ندارم بره ایران، واسش اتفاقات بد میفته، الان میفته ارسال کرده. بله تو داشتین دوغ تو بینیش، تو با اون موهای سین زرشویات نمیتونم اینجا صورت منو بزرگ اتو کرده. اگه بزرگ اتو کرده تو مگه انسان نیستی؟ تو مگه زور و بازو نمیای اینجا میگه که نه ما رو بزرگ فلان کرده؟ همش اینا چرندی، گوش ندید به اینو مردم، همش چرند. خود تتلیفیان میدونن که قضیهش چرا قراره، خودشونم که خود افراد همین سایت هم میدونن که با چی دارن این کارو میکنن. این حرفای سر قریشی رو به هر بچه 5 سالی بگی میخنده، میفهمه که آقا چیزی تو این دنیا آقا زوری نیست. خودم کل خانوادم با تتلیون مخالفن، ولی من موافقم و منم به فکر اونا احترام میذارم، چون که اینا چیزن نمیان بهش احترام میکنن که میان. نه دوست مشترک تتلیو و یه نفر دیگه توی لایو کس دیگه آمده گفته که آره من پشیمونم و فلانه، بله منو ببخشید. اون صاحب لایو جواب خوبی بهش داد و گفت الان دیگه فایده نداره، راست میگید دیگه الان فایده نداره. اگه تتلیو بیاد ایران، هر بلایی که سرش بیاد ما هوادارش چشم شما میبینید، از چشم سایت شما میبینید، سایتی که توش سر قریشی هست، موری هست، امیر فردین هست، اون ستاره که گفت که تتلیو ال کرده، این ستاره خواستم بگم. میان که آقا میای با خنده میگه آقا آره تتلیو موهای منو کچل کرده، تتلیو روی من خیس کرده فلان بسا. آقا اینا همه گم شد بابا، اینا همه عوارض چیه؟ میاد با خنده چرتو پرتور میگه مواد. آقا اینا بهشون مواد نرسن تو حال خودشون نیستن. میخوای دروغ بگی؟ بیا مثل سر قریشی بشین با جدیت پای این باند، بیا راحت دروغ تو بگی با جدیت که مثل الان مردم باور کنن. اون مولی هم که بعد تتلیو که
که خودش به همسر که همین موری به همسر خودش هم رحم نکرده. اینا رو من دارم نمیگم، اینا رو دارم دور بریایی که باش بودن و هستن دارم میگن. بعد این کسایی که میان میگن آقا انسانیت انسانیت فلان، ما انسانیت داریم، ما انسانیت یعنی این ایسا اینجوری هم باید میگه انسانیت یعنی این آقا، یعنی این انسانیتی که آقا از خوشحالی یک نفر بیای، یعنی از مردن یک نفر تو خوشحال شی، این انسانیته. هیچ جای دنیا به والله به اون که تو قبول داری این انسانیت نیست. خب اگه این انسانیت شما انسانیتتون اول بریم معنی انسانیت رو پیدا کنین، بعد بیاین حرف از انسانیت بزنین. خب یه فلان بله شما به خاطر مرگی آدم خوشحالی، میگه آقا این دفتر نقاشی دارن اعدام میکنن. آخه بیشترم جای تو رو تنگ کرده مگه؟ ها؟ جای تو رو تنگ کرده؟ واقعا متاسفم برای یه سری‌ها که نه تحقیق کردن، نه میدونن قضیه از چیه، میان حرف میزنن آره این داره اعدام میشه بیانش ایران ما راحت که من بزنم برم. آقا این طرف هیتر از ایران داشته تا الان که تقریبا فکر کنم الان تو ترکیه است، قدرشون الان خواهد داشت. آقا تطلی نمیگه یا ایران هم هیچ کاری واسش نمی کنن، علیه اینو به هوا داره تطلی هم هستن واسش شایع درست نکنیم. اداریم خودش هرچی گفت همونه. بعد جمله من اینه که بازم چند تا جمله پیشم من ریدم اون انسانیت شما میخواد با مرگ یک نفر خوشحال شد. دیگه به چه زبون میگم؟ ازاد این چند روزه جان هر کی قبول داری مثلا حساب من بلند نیست، مغزم داره درد میگیره. مثلا چند روز پیش که گفتم بخواد بیاد ایران من خودم تایید وارد شده. امروز هم یه اتفاق افتاد دلتم، خدا خواستم بشینم دیشب این ویدیو بگیرم که گریه کنم، بعد ویدیو دیگه بعد دیدم نه جای دیگه جبرانش کردم. خب جای دیگه جبرانش خب اینم کل اون حرفا در مورد چنل و حرف دلم. امیدوارم تا اینجا ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه بی ادبی دیدید ببخشید، اگه به خودتون گرفتید ببخشید، چون مجبور شدم اینو بزنم چون من خودم طرفدارشم. دم همتون گرم، به دم حسین تویی، سهراب ام جی و کسایی که استطالی حمایت کردن گرم. تا یه ویدیو بعدی فعلا گود بای.